خب تمریناتمون رو با حرکت پرس سینه دمبل خوابیده شروع میکنیم و یه سوپرست فوق‌العاده حرکت فلای قفسه ایستاده با دستگاه رو انجام میدیم. و بعدش بریم سراغ حرکت ناب جلو بازو فیگوری خوابیده روی نیمکت با سیمکش و بعدش حرکت بالا سینه دمبل چرخشی و یه سوپرست به ترکون حرکت دانک راست دمبل تناوبی به شکل ایستاده. و بعدش بریم سراغ حرکت جلو بازو سیمکش اسپایدر که این حرکت رو دست نداره. و اما بعدش حرکت کراسوور از بالا تک دست به این شکل انجامش میدیم و در آخر با حرکت جلو بازو دمبل زاتمن تمریناتمون رو به پایان میرسونیم. مطمئنم بعدش عضلاتتون بهتون میگن